با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان باری اول در تاریخ دولت صاحب استقلالی تاجیکستان در سراسر مملکت سنجش آمادگی جنگی قواهای مسلح مقامات حفظی حقوق و هیئت شخصی ذخیره‌های سفربری تحت عنوان مارس 2021 برگزار گردید. وابسته به این در فرودگاه شهری پنجکن جزء اتم‌های قواهای مسلح این شهر در دایره برگزاری سنجش آماده‌باشی جنگی قواهای مسلح، ساختارهای قدرتی، مقامات حفظی حقوق، منطقه‌های مدافعه حدودی و ذخیره‌های سفربری فعالانه اشتراک نموده آماده‌باشی جنگی خود را سنجیدند. همایش با سلام حربی و صدا دادن سرود ملی آغاز یافت. پس آن رئیس شهر پنجکن محترم عبدالخالق خالقزاده سخن گفته به حاضرین عرض سپاس سرفرمانده قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده را بهر اشتراک و برگزاری چنین یک چهاربینی نمونه‌ای رسانید. این چنین اظهار داشت که گذراندن چنین مشق‌های حربی اساساً بهر سنجش آماده‌باشی حربی، سایقل دادن عملیات‌های حربی، سنجش عملی تاکتیکی میباشد و به خاطر خوب برای ماندن این عملیات‌ها مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن همه کوشش و تلاش خود را برای خواهد ماند. از جانب افسران و سربازان و شهروندان در احتیاط قرار داشته راهپیمایی حربی اجرا گردیده در سنجش آمادگی جنگی قواهای مسلح معاون سردار ستاد جنرالی پالکوونیک حسین‌زاده اشتراک و سخنرانی نموده به رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده برای در سطح بلند برگزار نمودن چهاربینی مذکور سپاس خود را رسانید. گفته می شود که حادثه هایی که سالهای اخیر در منطقه های گوناگون جهان به عمل آمده باعث هلاکت هزارها نفر آدمان بیگناه و به خانمان ماندن میلیون ها نفر دیگر در بعضی کشورهای سیاره گردیده ایستادند. نیروهای نظامی تاجیکستان را وادار می سازند که برای تقویت پایه‌های مادی و تکنیکی جزء اتم‌های حربی با خصوصیت تهدید و خطرهای معاصر مطابق گردانیدن قدرت مدافعوی قواهای مسلح مملکت و تکمیل سطح آماده‌باشی جنگی هیئت شخصی آن من بعد نیز تدبیرهای ضروری اندیشند. مردم تاجیکستانی صاحب اختیار در سیمای خدمتچیان حربی قواهای مسلح مملکت فرزندان با ننگ و ناموس و دلیر و شجاع خود را می‌بینند که به سوگند حربی و خلق و وطن خود همیشه صادق و وفادار هستند. این مشق نظامی که باری اول در تاریخ صاحب استقلالی مملکت دایر گردید، باری دیگر اقتدار مدافعوی مملکت را در برابر تهدید و خطرهای جهانی معاصر به نمایش گذاشت. افسران و سربازان ارتش ملی به حس بلند ملی و متانت و مردانگی من بعد نیز استقلال و آزادی وطنی محبوب، امنیت دولت و ثبات و آرامش مردم را چون سپری با اعتماد حمایت خواهند کرد. گزارش مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالوف، خیام جورایف و زرهونی نعمت الله، پنجکن جهان نما.